مگو افسانه مجنون مگو افسانه مجنون چو من در انجمن باشم از او بار چرا گوید از او بار چرا گوید پس جایی که من باشم پس افسانه دردی مرا چون من نمیدانم پس افسانه دردی مرا چون من نمیدانم از آن دایم منی دیوانه از آن دایم منی دیوانه با خود در سخن باشم ندارم غیری می خوردن منی مسکین غریبم گرچه دایم در وطن باشم
منی مسکین غریبم گرچه دایم در وطن با شمی غریبم اگر چی دایم در وطن باشم مگو افسانه ای مجنون کی من در انجمن باشم ای از او باره چرا گوید کس جای کی من باشم مگو افسانه ای مجنون من در انجمن باشم. درود گرم نیسارتون دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و در برنامه امروزه هنرمند مردمی تاجیکستان راهبر موسیقی انسامبل سامان محمد بک غنیف تشریف آوردند که شما شاهد یک ترانه زیبایشان نیز گردیده. در آغاز برنامه من حضور شما را خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. واقعا با صدای مرغولت‌دار و ترانه دلنشین به برنامه امروزه فضا حسنی آغاز بخشیدید. من شما را خوش آمدید میگم. اگر درود پیامی دارید به بیننده تلویزیون سفینه دستگاه‌های نواربرداری در اختیار شماست، بفرمایید. سلامت باشید. ما بسیار شنود از آن هستیم که امروز برنامه‌ای که شما تهیه کردین هنرمندان را جلبی به واسطه زنده خواندن بهترین سرودسرایی است. ما هنرمندان بسیار شاد هستیم. بسیار می‌خواهیم که زنده خواندن زیاد شود برای هر یک مردم فرد امروزه. خواندن سرود یا غزل یا که رباعی باشد از زنده خواندن بهره بلند می‌برد. واقعا هم درست قید کردید. همین روز تکنولوژی معاصر کم کاری هنرمندان رو خیلی ساده کرده است. دیگر مثلا با واسطه تکنولوژی با واسطه اون تجهیزاتی که امروز روی کار اومده است آنها در حال میروند سرود ثبت میکنند ولی زحمت زیاد نمیکشند. یعنی زنده خواندن لذتش دیگر است. زنده خواندن کیفیتش دیگر است و وقتی که هنرمند زنده میخواند هر کس از آن لذت دیگر میبرد. و شما چه اندیشه دارید از اونی که امروز این تکنولوژی کاری هنرمندان رو آسان کرده است ولی تنبل نموده است؟ من فکر میکنم که بسیار مردم از پیشروی هنری که در حالت زنده خواندن بسیار به قفا برده است. باشد که فنگرام البته در میدان‌های کلان البته به فنگرام نمیشه، چوربینای دولتی کلان باشد که در همین زنده خوانی هم مردم ما هنرمندان باید توجهشون زیادتر شوند. چنده که به زنده خواندن توجه زیاد شد همون آوازخوان سیقل دادن آواز خودش درد کردن میتوند، اگر نباشد نمیشه. خیلی بعضی هنرمندان هستند که اگر دعوتشون کنی یا که مثلا در یک زنده خواندنشون ببینی از اونی که در استودیو ثبت میکنن و مثلا با اون کارکرد میکنن خیلی فرق دارد آوازی اصلیشون. بله اساس همین اگر فرقیت در اون است که در فنگرام هنرمند بسیار خش داده شود اگر با یک گپی مردم پیش که قفا میموند. برای همین تواند که هنرمند هم وقت
هیچ وقت از زنده خواندن شبهه نکند. بله، همیشه باید بله. جرأت داشته باشه. بله. و کم کسان جرأت میکنن. بله فرق کرد. ما استادان قطعی بسیار کار کردیم. مرحوم تقویم بودن میرزا علی رحمت الله، بعدن با استاد مرحوم استاد مدین هاشم که بسیار مردی بزرگ بودن در تئاتر وزیر حمدانی بر وقت مسکو اسکریان میفتن کار میکردیم. استاد یک بسیار سخن خوب داشتن میفتن بچم وقتی که آغاز خان شدین شعر یا غزلی که رباعی که میخونین بخونین که باشد که بی صاحب نباشد. غزل وای خوندن در که وای صاحب داشته باشد، هم وقت هیچ وقت چیزی پست نخونین، باشد که چیزی بلند خونین که تربیوی باشد. برای ما هم سخنهای استاد را گوش کرده امروز انا تونستیم یک غزلی من هلالی رو مگو افسانه مجنون به مردم پیشکش کردیم. های اگر با فرصت باشد باید اون سودیه. و بهوده هم نگفتند که سخن از عرش برین آمده است، بحر پاکان به زمین آمده است. می‌سازد که سخن زیبا، آهنگ زیبا مونده شود و خیلی زیبا اجرا گردد. خب چی دستاویز دیگر آوردی به برنامه؟ حاضر یک سرود دیگر از شمس تبریزی میخونیم برای آهنگ آماده غنی. همت عالی نداری، همت عالی نداری، تکیه بر بازو مکن. آسمان با این بزرگی به ستون ایستاده است. با ترازوی که حالا فند مردم میکنی، با ترازوی که حالا فند مردم میکنی، روز و فردا باری مال تو را بر میکشند. روزی فردا باری مال تو را بر میکشند. یا ری میگذشتم صبح دم بر کوچه و بازار مست، زاهد دیدم روان بر رسته خمار مست. زاهد دیدم روان بر رسته خمار مست. زاهد دستم گرفتم خانه خواهی شیخ بود. زاهد دستم گرفتم خانه خواهی شیخ بود. فرقه و سجاده دیدم تسبیح و زنار مست. فرقه و سجاده دیدم
کسب حضور نار مستی آهو کبگو کبوتر باز پیلو پر کدن روبای ما کار دیدم برگ در یک غار مست روبای ما کار دیدم برگ در یک غار مستی سردرونی باغ کردم دیدم سرمست همه باغ مست و زاغ مست و توتی در گل زار مست باغ مست و زاغ مست و توتی در گل زار مستی حق الله یادگو شمس تبریز سخنت حق الله یادگو عاقلان از عقل مست و جاهل از کردار مست عاقلان از عقل مست و جاهل از کردار مست عاقلان از عقل مست و جاهل از کردار مستی دوستان ارجمند برنامه فضا را ادامه میدهیم. یادآور میشم که مهمان امروزه برنامه فضا هنرمند مردمی تاجیکستان راهبر موسیقی انسمبلی سامان محمدبک غنیف هستند که ما بار دیگر شما را به برنامه خیر مقدم میگیم و باز هم یک ترانه زیبا اجرا کردن. شما دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی به نام میرزا ترسونزاده را ختم کردید ولی در شعبه آوازخوانی نه. بله بله. خب چگونه شد؟ گپ روز دارم دوری که سالی 82 بسیار سفرهای هنری ای حد زیاد بود. همین تمامی بعد تئاتر پلان بستگی بدن با واسطه نقشه داشتن سفرهای هنری همین نوعی فضا سر که میشه تا عشقشون مرغوب قریب یک مو یک نیم سفر هنری داشتیم. بعد ما هم با حیث هم موسیقی نواز بودیم کلاو شکردیان میگیم هم مینوختیم هم آوازخوانی میکردیم دیگر همین حالتی همین چیزا با همه طرفه خواندن با 5 سال وقت نبود فقط بدن که همیشه با واسطه غایبانه بعد توسط غایبانه رفته داخل شدیم 5 سال هم غایبانه خوندیم لیکن وقت در غایب خوندن نبود آوازخوانی نمیشه نه که در 5 سال که با هم وقتهای درسی می رفتیم در همون وقت هم همین حالتهای پیدا میشد دوره همی پختچینی و کیمچو بودن ما رو همین واسطه چه اگبی را افتار می بردن آوازخوانی میکردیم با مردم یک جای اگبی میکردیم خیلی سبب شد دیگه نشد 5 سال همی را ما غیبونا بود کردیم اومده بعد در همین تئاتری
ҳамадонӣ имрӯза алака устод будем бошим. театри халқӣ буд не? او وقت تئاتر خلقی بودن اومده با کار کردیم با وایس. چی کار میکردید اونجا؟ من در اونجا تئاتر فعالیتش چگونه بود؟ بسیار اما دور خوب بود. صحنه میساختن؟ بله. صحنه‌های مردمی میساختن. بله ماده وجود اساسا در تئاتر مرحوم رحماندوست قربانیان اون وقت ماده روبری ابدی هم و حیث کارگردان کار میکردن. بسیار اسپکتاکل‌های خوب میموندن. همون اسپکتاکل همه ما با خودمون با رول داشتیم. این اسپکتاکل‌های موندگی هم قریب با آوازخوانی بود. بعد هم با ترتیب موسیقی و آوازخوانی و یک چیزی قریب که همین با مانندی همین فولکلور ادنوگراف رو میگذاشت. می چیزا بسیار یک توجه مردم سخت وای میکرد. بعد استاد عبدالسلام رحیموف هنرمند مردمی و کسان هم بسیار نوازنده و بودن روبر موسیقی کار میکردن و سختگیر بودن کار میکردن. با حیث همین مردم دوره رحمتی مرحوم سید بخاری مجید و مدیر شورای مدنیت بودن. تشکر زیاد سلامت باشید و باز چی ترانه پیشنهاد میکنید؟ ما با امروی من همین مطربا یک حسابی فلک شما صحبت کردین استاد نوشیم گفتیم که باشد که یکی از رویای استاد نوشیم یک فلک خطی غزل اجرا کنیم. بفرمایید مرحمت. در عشق تو درد میکنم دندانم مانند تنم به چرخ سرگردانم من پیلته شوم میان انگوش تاهنتی شاید به بناغ تو برایت جانم شاید به بناغ تو برایت جانم یاری
سهری سپاسی زیاد برای اجرای یک ترانه دیگر. تا جایی که میدونم مهارت آهنگسازی دارید و بیشتر از هنرمندان آهنگ‌های شما را اجرا میکنند. خاصتا مرحوم همسرتون است آهنگ‌های شما را اجرا میکردند و چندین هنرمندان دیگر. خواستم از این پهلوی هنرتون برای ما گفته باشید. ما که بسیار آهنگ‌ها با هم بس میکنیم. در رویه فلک بیشتر ما که در آهنگ‌های ما بیشتر که سوی فلکی سوی خلقی بعد لیریکی هم ایجاد کردیم. برای من یک فولکلور اتنوگرافی در بسیار آهنگ‌ها ایجاد کردیم. در انسامبل گنجینه کردیم. بسیار آهنگ‌ها کیا اجرا میکردن؟ در اونجا آهنگ‌های ما را بیشتر خیلی مرحوم آزادان محترم بودن. و سعادت خانم بودن، اولنبی بودن، شریفه بودن، از دخترها در نظر دارم در مردم. بچه مقبیل بودن، اکبر بودن، نورانشاه بودن و بسیار بچه ها اجرا میکردن آهنگا را. بعد از این جمله هم که باز بغیر آهنگای گروهی که از آهنگای ما میخوندن با بسیار هم طلب میکردن یکم آهنگ با ما بسازیم. باز در اما انسامبلی من چمن یک وقت بودن، صدبرگ حافظه آهنگی ما رو خوندگی، هنرمند مردمی جمهوریستان حیاتون مومینова یک دو آهنگ خوندگی، نور بیبی خوندگی هستم. خیلی بسیار هنرمندا از باز در این انسامبلی. شما بیشتر در رویه گفتید فولکلوریست آهنگ ایجاد میکنید. بله. چگونه است مثلا این رویه؟ من در اصل همین رویه که نه حوض این ترتیبی که این فلک ما سرودیم. به همین ترتیب. بله. علاقه این یک ترتیب نوی اسلوبی خواندنی فلک. همین سورا در چی فولکلور اتنوگرافی میگن. یعنی بزم‌های در میانش ترانه‌های شخص دارد. بله. همین بسیار هم مردم پیش میگفتن که شعر خلقی یا آهنگ خلقی همین بعد اومده مردم رو کفتن از اون جمله یافتن که همین مردم خلقی مردم در وقت همین ایجاد میکردن. با واسطه چی ایجاد میکردن؟ لبچنگو بودن ایجاد میکردن، دو مرقت ایجاد میکردن. در سر یک پودابانی تیپای سری کوده اجرا میکردن. از اون جمله بولی ما در انسامبل سامان من یک سرودی
چون با برو اسمای تر میکشم نقش دیده ها رو منش تر میکشم گفتن یک آهنگ بستیم اینم من گلجهان ابراهیم با اشتراک آهنگ بستگی باید اجرا کنند باز زهر نبانو ده هستن اجرا میکنند من از امروز با یک آهنگ دیگه من اجرا میکنم در کدام حالت ها ایجاد میکنید این آهنگ های خلقی را؟ اکو امون که هر ایجادکار هر خیلی هستند که ما هم وقتی که به یک همین اول متن رو پیدا میکنید یا اینکه اول آهنگ ایجاد میشه؟ بیشتر آهنگ ایجاد هم میشد نه که متن از روی متن با بیشتر کار ساده تر میشه ولی وقتی اگر متن قطعی وقتی متن بیوی چکنیم آهنگ تیزتر بمیشد نه که وقتی آهنگ پیدا شد متن در رو آهنگ جو کردن خیلی سخت است بله با شاعر با ترانه‌نویس همکاری کردن در کاری سخت است و عموما شعرهای لیریکتون چگونه است آهنگ‌های لیریکی ما باز یک سودی من به ترتیب لیریکی اجرا میکنیم از شعر میرزا فیضعلی شاعر خلقی تاجیکستان. تشکر زیاد و دوستان عزیز و ارجمند به انتهای برنامه امروزهای فضا رسیدیم. به شما روزگاری خوش و بی‌غم تمنا داریم و باز یک ترانه دلنشین پیشنهاد شما میگردد. راز بیان از سری مهر و وفا ای گلی ناز بیان از سری مهر و وفا ای گلی ناز بیان همچنان سروی چمن تو سرف راز بیان همچنان سروی چمن تو سرف راز بیان گل بیزن در سر و بر پیش گل باز بیان گل بیزن در سر و بر پیش گل باز بیان خمیزان چی عجب بافتاییم از سری کیف چی یک شرشره پرتافتاییم از سری کیف چی یک شرشره پرتافتاییم به سبب جانکی من روزی ما تافتاییم به سبب جانکی من روزی ما تافتاییم و گمانم که یگان یارکی نو یافتاییم سوی ما باز بیان مرهمی راز بیان از سری مهر و وفا ای گلی ناز بیان از سری مهر و وفا ای گلی ناز بیان همچنان سروی چمن تو سرف راز بیان همچنان سروی چمن تو سرف راز بیان گل بیزن در سر و بر پیش گل باز بیان گل بیزن در سر و بر پیش گل باز بیان در رنگش که تو یک مروت پادار منم دایما در طلبی دیدنی دیدار منم دایما در طلبی دیدنی دیدار منم و تمامی دل و جان زار خریدار منم و تمامی دل و جان زار خریدار منم لطف فرما که تو را یاری و پادار منم باز بیان مرهمی راز بیان از سری مهر و وفا ای گلی ناز بیان از سری مهر و وفا ای گلی ناز بیان همچنان سروی چمن تو سرف راز بیان همچنان سروی چمن تو سرف راز بیان گل بیزن در سر و بر پیش گل باز بیان گل بیزن در سر و بر پیش گل باز بیان گل بیزن در سر و بر
شغل باز بیان